کدخداهای سایر دهکده ها دهان پوش میزنندی، شما هم باید دهان پوش بزنندی. دهان پوش چه می باشندی؟ من که اینجا جایم امن می باشندی و در 7 سوراخ قایم می شومندی. تازه اگر دهانم را بپوشانم چطور روزه بخوانم؟ ای بابا کدخدا آقا، شما که در فیگور و ادا و اطوار کم نمی آورندی. دهان پوش را بزن تا همه فکر کنندی که شما در مبارزه با ناکرو بسیار جدی می باشندی. عجب گیری کردیم ها. قال یک دهان پوش بیاور ببینیم چطور می شوندی. آهای اهالی فینیتو، من تنها کدخدایی هستم که با ناکرو مبارزه می کنم. تازه دهان پوش هم زدم. کدخدا رو نگاه کن، اون دهان پوش می باشندی یا پیشبند؟ این همه وقت از آمدن ناکرو گذشته، تو هنوز دهان پوش هم بلد نیستی ببندی. اهالی پول ندارن دهان پوش بخورن، باید تو خیمه شب بازی را میاندازندی. به جای این مسخره بازی ها پول ما را بدهندی. قال بیا من رو از دست اینها نجات بده. این هم از دهان پوشی که گفتی. میخواستیم فیلم بازی کنیم، خودمان را فیلم کردندی.